سلام، به پچی تیوی خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم یکی از قوی ترین قدرت های دنیا انیمه رو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی کیک برنجی موچی ساما. خب همونجور که بهتون گفتم امروز میخوایم میوه شیطانی موچی نومی رو بررسی بکنیم. اول از همه موچی یه نوع کیک برنجی ژاپنی چسبناکه که خیلی هم طرفدار داره تو دنیا. جدیدن تو همین ایران خودمون هم اومده و فقط اودا ساماه که میتونه با کیک برنجی یه همچین هیولایی توی دنیای انیمه درست کنه. میگین چه هیولایی؟ این شما و این یکی از بچه‌های بیگ مام یونکو، کاربر این میوه شیطانی موچی نومی، شارلوت کاتاگوری با لقب دندون سگ. کاتاگوری یکی از وزیرای آرت توی جزیره کیک کامله. برعکس چهره ترسناک و ابهت عجیب غریبه، شخصیت شرافتمند و مورد احترام داره. واقعا من خودم به شخص خیلی دوستش دارم. به قول ایرانی‌ها داشمشی و با مرامه. البته خب اونایی که انیمه رو دیدن و مانگا رو خوندن تا این قسمتی که کاتاگوری میاد وارد داستان میشه میفهمن من چی میگم. تا باش مواجه نشید واقعا شخصیتش رو درک نمی‌کنید. لقبش هم برای این دندون سگه که اون شالو میپیشه که دندوناش دیده نشه. برعکس اون هیکل رو فرمش خیلی اشتهای بازی داره و عاشق دونات. البته دوست نداره کسی بفهمه که خیلی شیکموه، برای همون شالو میپیچه که کسی متوجه نشه که چقدر میتونه شیرینی بخوره این آقا. خب برسیم به قدرت‌های این میوه شیطانی. موچی نومی از نوع میوه شیطانی پارامنیشیاس که به کاربر اجازه تبدیل شدن به موچیو میده. باورتون میشه همچین چیزی واقعا میتونه لوفی رو در حد شکست ببره؟ خب قدرت 1، یاناگی موچی. یاناگی میشه بید که اشاره به درخت بید داره. کاتاگوری پای خودش رو بالا میبره، با چند تا پیچک موچی که درست میکنه شبیه به درخت بید میشه. بعد با همون پیچکا که شبیه به پای خودشه حمله مکرر از بالا انجام میده و جالبش اینه که همه پاهاش هم کفش داره. قدرت دوم، موچی تسوکی. موچی تسوکی از اون حمله‌های ترکیبیه. کاتاگوری یه نیزه 3 سر معروف داره که اونو توی دست خودش میگیره، بعد دست خودش رو تبدیل به موچی میکنه، به حالت دریل و مته اینو میچرخونه، بعد یه حمله با شدت خیلی عجیب غریب انجام میده که دیدیم تونست لوفی و حتی زخمی هم بکنه با این حملش. واقعا کی فکرشو میکنه یه شیرینی بتونه همچین کارایی بکنه؟ قدرت 3، ناگارا موچی. این قدرت با بیدار شدن میوه کاتاگوری ظاهر شد. کاتاگوری با این قدرت میتونه زمین اطراف خودش رو به موچی تبدیل کنه. برای گرفتن حریفاش از فاصله دور و به هم ریختن تعادل حریف ازش استفاده میکنه که به نظرم یه فال شادینگ هم داره که اینجا اودا داده به گیر 5 لوفی که اونجا میبینیم لوفی موقعی که میوه خودش بیدار میشه زمین اطرافش رو میتونه به حالت پلاستیک تبدیل بکنه. قدرت 4، کاگامی موچی. کاربر با استفاده از این قدرت میتونه دیوارهای اطراف خودش رو به موچی تبدیل کنه و باعث شه که اونها روی حریفش فرو بریزه و حریف رو زیر انبوهی از موچی دفع کنه و اونها رو خفه بکنه. البته خب این قدرت روی لوفی کار نکرد چون لوفی یه تکنیک مخفی داره به اسم سیاه چاله غذا. خب تا حرفش شیرینیه شما هم لایک و ساب یادتون نره که کام منم شیرینیشه. آریگاتو. اینجا اضافه بکنم که کاتاگوری خودش جنگجو و جنگنده خیلی ماهریه و خیلی هم هاکی قوی داره، هاکی پادشاهی داره و این میوه با هاکی کاتاگوری ترکیب شد و انقدر قدرتمنده. شاید اگه دستی آدم ضعیف‌تر بود انقدر قدرت نداشت. قدرت 5 میشه کاکو موچی. کاربر بازو دست خودش به موچی تبدیل میکنه، بعد اونو با هاکی زره‌ای سخت میکنه و به حریف مش میزنه. این حالت مش زدن از حالت عادی خب خیلی قوی تر میشه چون هاکی زره‌ای هم ترکیب کرده با قدرت میوه شیطانی خودش. برای همینه که بهتون گفتم این میوه شیطانی با قدرت هاکی کاتاگوری میتونه انقدر قوی باشه. قدرت 6، چیکارا موچی. با این تکنیک کاربر میتونه از سوتو دونات‌هایی با موچی درست کنه و از داخل اونا همون کاکو موچی رو بدون دستای خودش ایجاد بکنه که با گیر 4 لوفی داشت رقابت میکرد، حتی یکم هم قوی تر بود به نظر خودم. خب برسیم به قدرت 6.5. شاید بگی علی 6.5 دیگه چیه؟ خب یه نسخه قوی تر از همین تکنیک هم هست که میشه گین چوکو موچی که چند تا بازو درست میشه و حسابی حریف رو به این ور اون ور میکوبونن. به نظر من یه قدرت جدید نیست، برای همین خب میشه قدرت 6.5. قدرت شماره 7، یاکو موچی. این قدرت واقعا قدرت خفنی.
مثل تکنیک گیر توی لوفی عمل میکنه، با این فرق که کاتاگوری ساعت خودش رو تا زمانی که منفجر بشه باد میکنه. همون موقع مشتش رو با هاکی میپوشونه، از فاصله دور هم به سمت حریف هدف میگیره. سرعت این مشت انقدر زیاده که در سر استکاک ساعد کاتاگوری آتیش میگیره و منفجر میشه. اسم این تکنیک هم از نوعی موچی کبابی گرفته شده. برسیم به قدرت 8، قوی ترین قدرت کاتاگوری و میوه موچی نومی، زانگیری موچی. این قدرت تقریبا ترکیب همه این قدرت‌هایی که تا الان بهتون گفتم. این قوی ترین تکنیک کاتاگوریه. اون تمام بدن خودش رو تبدیل به موچی میکنه، به شکل دونات میچرخه، به حریف میرسه، به حالت عادی خودش برمیگرده. ساعد خودش رو به حالت موچی کرده، بعد اونو با هاکی میپوشونه، با نیروی فوق‌العاده به حریف میکوبه. جدایی از آسیب ناشی از ضربه، حریف اون به خاطر چسبندگی موچی به ساعد کاتاگوری میچسبه. بعد کاتاگوری از این حالت استفاده میکنه، حریفش رو چند بار توی هوا میچرخونه، یه ارتفاع خیلی قابل توجهی میبردش بالا، بعد به یه نقطه توی زمین میکوبتش. میشه گفت که هر کی این ضربه رو بخوره واقعا داغون میشه. جدا از حالا قدرتایی که بهتون گفتم، کاتاگوری میام برای من و کلا وان پیس فنا یه شخصیت قابل احترامه به خاطر اون حرکتی که توی مبارزه با لوفی انجام داد. ناگفته نمونه که این میوه قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره که مثل ساختن سپر میمونه برای دفاع، میتونه ازش پتک درست بکنه و به خاطر چسبندگی که داره واقعا خیلی مورد استفاده قرار میگیره، چون به هر حریفی بچسبه اون حریف رو تقریبا نیگر میداره و باعث میشه که سرعت اون حریف کم بشه. البته خب روی خیلی از حریفایی که میوه پارا میشه، مثلا مثل ایس میوه آتیشو خوردن، یا مثل سابو که الان حالا میوه آتیشو داره، تقریبا میشه گفت تاثیر نمیذاره و یه نقطه ضعف عجیب غریبی هم داره. به غیر از آب که نقطه ضعف خب همه میوه شیطانیه، در برابر آتیش هم نقطه ضعف زیادی داره، چون شیرینی یه چیزیه که با آتیش آب میشه و ذوب میشه. برای همین کاتاگوری با حریفایی که گرما تولید میکنن و خب نیرو و قدرتشون از آتیشه، تقریبا میشه که قدرت پایینتری پیدا میکنه و امکان شکست خوردنش بالاتر میره. ضعف دوم هم داره که دوباره همون آبه، البته نه دریا، چون میدونه همه کاربرای میوه های شیطانی در برابر دریا ضعف دارن و خب توی آب نمیتونن شنا بکنن یا اصلا حرکت بکنن. اینجا دقیقا منظورم خود آبه، یعنی اگه یکی از کاربرای میوه شیطانی آتیش یا گاما یا مواد مذاب نیستی، میتونی با یه شیلنگ آب هم یه مقدار تاثیر بد روی قدرت‌های کاتاگوری بذاری، چون موچی شیرینیه با آب تقریبا نرم و توی آب حل میشه. همونطور که بهتون گفتم 50% این قدرت میوه شیطانی هم به خاطر کاربر خودش میتونه باشه. شارلوت کاتاگوری یکی از قوی ترین هاکی‌ها رو داره که توی مبارزه خیلی میتونه استفاده ازش بکنه و 100% قدرت این میوه شیطانی 50% به خاطر کاربر و 50% به خاطر خود قدرت‌های میوه موچی نومی میشه. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، لایک و ساب یادتون نره که به من انرژی میدید. آریگات. خب برای بکس پچی تیوی اگه چیزی از قلم انداختم توی کامنت ها بنویسید. لایک و ساب هم یادتون نره. به انتهای ویدیو رسیدیم، تا ویدیو بعد، به درود.